سوز دل اگر گویم سراپا نازنینی نرنجی گرزی منظور جبینی به ابروی کمان و تیر مژگان به قتل این آن اندر کمینی تو هستی یک جوانی خیلی زیبا خدایا همیشه خرم و شاداب نشینی و وصف از شعر گویم خط شعری به شعر شاعران هرگز نبینی همین خواهم زی درباره خداوند که درد و داغ دوستان نبینی. تشکر بسیار جان. یک شعر نه بخوان برای استاد بخوان. گر بر سر نفس خود امیری مردی بر چون و چرا نکته نگیری مردی مردی نبود فتاده را پای زدن چون دست فداده ای بگیری مردی. آفرین. بسیار تشکر. یک سخن از حاج عبدالله انصاری به یاد دارم. او میگه که نماز خواندن بسیار کاری بی‌وزنان است. اج نمودن تماشای جهان است. روزه گرفتن صرفه نان است. نان بده که نان دادن کاری مردان است. واو هم شعر با مفهوم هم یک سخن با مفهوم. بسیار خوش شدم خیلی. ما هم خوشحال شدم. اولی شعرتون خودتون بخونین. خب میگه بیا تا یک دیگر را جان باشیم بدون یک دیگر بی جان باشیم همه با هم چو زنجیر شهامت برای یک دیگر ایمان باشیم. بسیار خوبش. و یک شعر کوتاه میم در وصف تفنگ. تفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن منم ما پیش این اهریمن ابزار بنیان کن. ندارم جز زبان دلدلی لبریز مهر تو ندارم جز زبان دلدلی لبریز مهر تو ای با دوستی دشمن زبان آتش و آهن زبان خشم خون ریزی است زبان قهر چنگیزی است. بیا بنشین بگو بشنو سخن شاید فروغ آدمیت را در قلب تو بگشاید. تو از آیین انسانی چه میدانی؟ اگر جان را خدا داده است چرا باید تو بستانی؟ چرا باید که با یک لحظه غفلت این برادر را به خاک و خون مغلطانی؟ گرفتم در همه احوال حق گویی و حق جویی و حق با توست ولی حق را برادر جان با این سخن آیین آهنگبار نباید جست. اگر این بار شد وجدان خواب آلوده‌ات بیدار تفنگت را زمین. خیلی جالب. یک شعری نوی مزه میخوندم. من خیلی یک شعری که دیگه در ارتباط محیط زیست برات میخونم. بخونه. محیط زیست و سالم خوشگوار است. محیط زیست ناسالم چی کار است؟ محیط زیست خود را پاک بین ما کثافات را به زیر خاک بین ما. نظافت جزء ایمان است و ای جان مراعات نظافت را صحت دان. نظافت گر نباشد در میانه محیط زیست کثیف است تا به خانه. بله. اگر داری بسر بیدار کمی هوش نظافت را نشاید کرد فراموش. خیلی میبینی جان زنده. ما در بین